هون قدریا رادیو ریا تزش موسکوی دکن سلاف و دمو بخیر بگذارین هیجا رادیو ریا تزاند کارن ببین طور اینترنتی و ناونی شانه مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه بیسنه سواتیه قدریا دنگو باسن گرینگ این وفتهی بکن انجمن وزیران حریم کردستان بسرکتی سرک وزیر مسرور بارزانی و بدبون جگری سرک وزیر قوات طالبانی و پارزگرین حریم و سرکاتیان هر اداره گرمیان و راپرین جوین خواهی آسایی انجام دان دست پیکا جوین دا سرک وزیر حریم کردستان رونایی خسته سردن هفتیا بوری شاند حکومت حریم بسرکتی سرک وزیر مسرور بارزانی با کنفرانس آسایشی میونخینی و هفدیتنا با پای واتیکان و برپسین بلندین ایتالیا و ولاتیندن سرک وزیر آمرجه بیدا که پیشوازی که و گرینگ نشان حریم هات کردن که نشان دا بگه که گلکی گرینگ حریم کردستانیه و جواک نودلتی چاوی رزیل حریم کردستانی دنیره و پیزانی نوی بو رولو حریم کردستانی دواری روبروبونا تندراوی و پکواجیانا اولیتا هیه پشت سرک وزیر آمرجب هفلین پکانی نکابینیتو نو یا حکمت فدرال یا ایراقی کر و تکزیل فکر کردوی دم و دزگین فرمی و دستوری حریم کردستانی بریار سر آوایا بجداریا نونرین حریم کردستانی بده والین حریم کردستانی سروی بابتی یک هلوستن جوینی گوتو بیش درباره پلان پنگاف و ریکار حکومت حریم کردستان بو روبروبون مترسیا ویروس کرونا دکر انجمن وزیران وی درباره دبریار دا روزانه زانیارین درست و رنماین پیوست بریا دزگین را گیاندن شرای گیشتی را بین را گیاندن بریار هات داین گشت تا نه پیوست نوخای حریم کردستان یا نو گشتیارین دن ین عراقی دین حریم حتی دمک دیار کری به سینودار کرن و تفدیرین پیویجیل همو گشتیارین دین حریم کردستانی را بیکرن سروک حریم کردستان پیوندی که تلفنی دا پیروز بایل هف سروک یینکی کر و هیویا خواست بجارتن آوان خدمت و هیوین سروک مام جلال بکه گوری دخینی هاتیه بلاف کرن سروک حریم کردستانی نیجروان بارزانی پیوندی که تلفنی دا بون بجارتن آوان وکه هف سروکین یکتیان اجتماعی کردستانی پیروز بایل بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی کر و هیویا سرکفتن بوان خواست گور دخینی سروکاتی حریم کردستان دوی پیوندی و تلفنی دا نیجروان بارزانی هیویا سرکفتن بو یکتیان اجتماعی کردستانی خواست و بس رولو دیار یا یینکی قناقین خباتا گلی کردستانی کرد و تکزیل سر گرینگیا پیگی و هولین یینکی شبو تابت و یک رزیا پیکاته والین کردستانی کرد روز 11 سبات 2020 انجمن سرکاتی یینکی پرانیا دنگان با فل طالبانی و لاهور شیخ جنگی و یک هفسروکن یینکی دیار کربون روز دوشنبه 24 سوات مسرور بارزانی سروکی حکومت حریم کردستان پیشوزیل سیاستوان کرد عثمان بایدمیر کرد تبدیدن دو تکت سرگرینگی یا خبات آشتی خازی گل کردستان بوبدست و هینان مافین روا یوی هات کرن عثمان بایدمیر بس رول حکومت حریم کردستان که جی هیویه به میلیون کردال سرن سری جیانی لما پیوسته همو آلیک پشتوان حکومت بنداکو بکاره کارنامه چکسازی جیب که سروک حکومت اسپاسیا پشتوانی و هلوستا نشتیمان پرواری یا عثمان بایدمیر کرد و هیویا سرکفتن بوی خواست سروکی کردستان مسعود بارزانی 251 پرتوکان دا پرتوکانه زنینگه حلبچه که پرانیا وان گلک مجران دا جفکانینه الگور راگیاندن سروک بارزانی دریا نونری پدکی یل حلبچه و سم آلیوها راگیاند اف پرتوک گلک واران دا جفکانینه و خاندکارد کارن سودجی ببینن اف چندن جاره که سروک بارزانی پرتوکان دا زنینگه حلبچه سروک بارزانی هفلک مزن داشت بو که حلبچه به پارزگه وش بو آواکرنا زنینگه حلبچه و بردوام داخل حکومت کردستان دیگه گوتش تا باش یاش دستی وی بی بو حلبچه بکه حکومت سوری رادگینه افرازیه کنه توان یگت آلیکارین مروی فرکانای هولیری بو فرکانای قاموشلو بشینه نونری سوری نتوان یگت بشار جفری جوینا جوات آسایشان دولتی دارکیاند ولاتی وی رخستنا تندرستی جانی آگادار کریه که افرازی آلیکارین مروی تنی جبو جارکش فرکانای هولیریش بو فرکخانای قاموشلو بشاندن به مرج کب چفدیریا هیوا سوری و آلین پیوندی در بین دابش کرن وزارت تندرستی نخوشخانه فریاد کتن ناوندی یا هولیری آمده کارین پیش وقت بو توشبون ویروس کرونا و دین تایبت دانینه سرک وزیر حریم کردستان مسرور سردانوی نخوشخانه کر اوج نزدیک و رفش
آمده کاری شپاند. مسئول برسانی نخوشخانه‌اش روزنامه را گیاند که هاتن آمده کاریش آلین وزارت تندرستی و هاتن کرن ببینن او گفت سپاسیا وزیر تندرستی دکن که گلوی استافا نخوشخانه نه و نخوشخانه تمامی آمده کرنه و همو پارزگنج نخوشخانه آمده کریانه بو هر حالت که بو باشترین خدمت بکن. سرک وزیر حریم کردستان را گیانجی چند جوین هات کرنش بو روبروبونا و بابت بکن او هیویدارن دمک نزدیک دا چهار سریش و نخوشی را بیدیتن. پیویداری وزارت تندرستی یا ایرانی را گیاند 24 دمجواری بریدا 24 کس سدما ویروس کرونا جان خوش دستانه هر وا 66 کس درجی ویروس کتنه. پیویدار وزارت تندرستی ایرانی اشکره کرد حیا انها 26 کسان ویروس کرونا جان خوش دستانه و نزید 245 کشی کرونا ویروس کتنه. هر وا هجبار نخوش یا ویروس کرونا کووید بو 26 کسان بلند و 30 کسان بلند بو و یکمین نخوش ویروس یونان، برزیل، نروژ، مکدونیا، گرجستان، لاتویا، لیتوا، بلاروس هات تومر کردن. کنفرانس که روزنامه‌نگاری د وزیر تندرستی ایرانی را گیاند 24 دمجواری بریدا 106 حالت نوین توشبون ویروس کرونا ایرانی هاتن تومر کردن. اوی دیار کرجی ویروس کرونا 20 پرزگین ایرانی بلاویه چند بازار ایرانی نمیجا اینی هاتی را گرتن. گوری داوی آمار وزارت تندرستی یا ایرانی 54 کشی شوی ویروسی چاره سر بونه. ریوبری را گیاندن و پیوندین یه دری سینوری باشماخ را گیاند. بجارا سر و حکمت حریم کردستانی توای پفگواستن بازرگانی بیرانی را هات راوستاندن. جگری ریوبری را گیاندن و پیوندین یه دری سینوری باشماخ دیار کرد همو پفگواستن بازرگانی بیرانی را هاتن راوستاندن. اما جب ویشی دا بجار همو درین سینوری کمارا اسلامی یا ایرانی خواهد کرده. بیشتر جی چوین هاتن گشتیارن برا حریم کردستانی و ایرانی جهات بو راوستاندن. افرینمای نوین در روی سینوری حریم کردستان بیرانی را پشتی و یکیت پیویداری پارلمان ایرانی دیار کرده بود. ایرانی 12 کس سدم ویروس کرونا جان خوش دست دانه و 47 کس دنشی توشی ویروسی بونه. گوری وزارت داخلی حریم کردستان ویزا بور هر یک جوالات تایلند، کره باشور، ژاپن، ایتالیا و سینگاپور هاتیه راوستاندن و هم ولاتین حریم جی ریب وان نای داین که گشت وان ولاتان بکن. هر وها اب ولاتین پشتی یکی چله 2020 سردن وان ولاتان ایران، چین، ژاپن، ایتالیا، سینگاپور، تایلند و کره باشور کردنه. دما و گراندن دکمن جیر چفتیریه. پاریزگری هفلیری راکیاکش بر مترسیا بلاونا ویروس کرونا آهنگ پیروز کردن نوروزی ایسال هاتنه بتال کردن. پارزگری هفلیری جوینه که روزنامه‌نگاری دراگیان که حتی نه تو بیاره که ویروس کرونا سینوری پارزگری هفلیری نه هاتیه تو بار کردن و وان همو ریکارن پیویس پیکانینه و واقعد هر و هم دیری ناتن تا کسی که به رفشی وگری نبود برجیواندی خواهین بازرگانی حکمت جی دل هم بری بلابونا ویروسی پینگاون پیویس پیک بینه. یکتی اروپایش با شهر کرونا ویروس 30 میلیون یورو دیو قطینه. اندامی کمیسیون اروپیش با ریوبریا کریز یانس لینارچیچ و کمیسار اروپا تندرستی و خارن استلا کریاکیدیس در کنفرانس که روزنامه‌نگاری بهش گفتن. وقتی که کمیسار یکتی اروپی یانس لینارچیچ دست نشان کرد یکتی اروپا تر عالی داد خبرش با پاراستن ولاتین یکتی اروپا و کسین دل اروپا و در وایوی. و وی گفت که پیشنگ یکتی اروپا هر زده پیشیلی گرفتن بلاف کردن کرونا ویروسه. لینارچیچ را گیاند که یکتی اروپی و 114 میلیون یورو جری خستن تندرستی یا جیانی را پیدا بکه 15 میلیون یورو جبو علی کاریا ولاتین هفت پارش بو آمده بونه خو خطر بکلم بر بلاف بونه کرونا ویروس. 100 میلیون یورو جبو لیکولین زانستی پیشکتن واکسین و درمان کردن وره جدی کردن. 3 میلیون یورو این حوالاتین یکتی اروپی چینیش جبو وگراندن ورن جدا کردن. چین الگوری ساوز چاینا مورنینگ پوست 105 کس نواب کرونا نخواست بود. گوری وشانی دراپوری دکشیلا کمیته دولت تندرستی یا چینی وات وشاندن آگاداری سر دوباره کرونا ویروسیه. بلگی دیارنا که کاچد بسدم که ویروس دی ساعت وگرتن و کی دن هات را گیاندن که 22 سبات حکمت چینی فرمان داد کارانتینا 4 روزی یا کسی که کرونا ویروسی خلاص بن بجی بکن. افتی پشتی که انفیسیون خینا گلک نخواشن قنجبو
بوین بجاری او خان داشیش نو هات نکفش کردن گوری دانه این هری داوی هجمارا مروفین کب کرونا ویروس چین هات نورگرتن گیشت زیده 8,000 و زیده 3,000 برو جیان خوا دستان دور 25,000 مروفین جیانش ویروس خلاص بونه الگوری رخصتنا تندرستی یا جیان 4 ولات جیانش بلی چین زیده تر 10,000 بیارین کرونا ویروس هنه ایتالیا هجبارم برومین کوب کرونا ویروس واتنه برگرتن گیشتی 500 کسی دروژین داوید دا هجبارم برومین کوب نخوشی گیشتی 150 ایتالیا 18 کس مرنه و 3 خلاص بون پرانیا بیارین انفکسیونی دورین باکوری ایتالین ناودا لومباردی گلک باجارین باکوری ایتالیا کارانتیناتیه را گیاندن سازی پروردهی گرتینه و بیارین گیشتی و شاینتی هاتنه بطال کرن پارتی یکتیا دموکراتیک انور مسلم و عایشه حسوبک هفسروکی نوی پارتی البجارتن پیدی هفتیا بوریل بجاروکی رمیلانی کنگری خوایا هشتیامین ابلوز زنگا بی یکتیا دموکراتیک امی داگرکاری تک ببن ریبریا خاصر پیش بخن و سوریه که دموکراتیک آوا بکن داری خست کنگری دا پشتی پسند کرنا پیرا و نوخوایی انور مسلم و عایشه حسوبک هفسروکی نوی پارتی هاتن البجارتن گروپین چکدارین افرین داگر کردن بارمانج کچبر کردن خلقی افرینی ولاتین افرینی بهانهین جدا دراویدن و پرین جواندستین و مال و ملکین وانددزن رخصنا مافی بروان افرینی بلاف کرد گروپ لیوا الشمال سیروش بری وی بسرگند کولیکا یه نوچه مابت داگر پارک چکدارن در بازی هشبارک مالان بون و دست بدزی کردن و دو ولاتیان رواندن هات زانیش گروپ که چکدار و استخبارات ترکیه دناپر ولاتی کش گندی معملو نوچه جندریسی رواند آلی که دو گروپا سمرقند بسرگند دلای یه نوچه مابت داگر و 5 ولاتین دن رواندن پشتی دو کسان جوان هر یکی 40,000 لیرای سوری دان و بردان وی رخصتا مافی مروان بلاف کرجی گروپا که چکدارن گنده زیتونه که یه دوچه شرا ولاتی کش حفظی وی مهی رواندیه روانگی سوریه مافی مروان بلاف کریه پشتی شرک دشوار نوبر ارتش سوری و چکدارین دشبرای وی ولاتی ارتش سوری یشی یا 3 گندن با شوری دلیبی کنترل کرد الگور روانگی شهر ارتش سوری الحکومت چکدار روزلات بازار ادلیب نزدیکی ریا M4 بردوامه هر و فروکین شهروان سوری و روسیه بردوامی دوری جیر دستلات دشبرای بردومان دکن دروژه که دا زیادتر 6 لیدان ازمانیل با کور رجوای سوری انجام دانه گوری روانگیش انجام شهر لیبی دوری 8 سرباز حکومت سوری و 11 چکدارین دشبرای هاتن کشتن گوری آگادارین داوی یاد پارزگری حتی ایرادگین ادلیب 22 سربازین ترکی دیریش که ازمانی ده هاتن کشتن پارزگاه ادلیب شرکی دشوارد نبرا هزین ترکی ارتش سوری ده درکت اولگور زانیاریان ترکی کشتی و بریندار خوا در بازی نخوشخاناین باجاری حتی دکه پارزگری حتی داخلی که دراکیان هزین ازمانی این رژیم سوری یریشی سربازین ترکی ادلیبی کرن و ده انجامی ده 22 سربازین ترکی هاتن کشتن جالی خوا روانگه سوریه مافیم روم بلاف کر ادلیب 34 سربازین ترکیه و 58 چکدارین اپوزیسیون دیریشن رژیم سوری دهات نکشتن هر وازیدتر 30 سربازان جی بریندار بونه هر الگور زانیارین ارتش ترکی کشتی و بریندار خواه در بازی نخوشخانان حتی و نوچین ویده که وزارت بروانی ترکی جی دو جی داخلی که دراگیان ده بود انجام بمباران فروکین رژیم سوری و روسیه ده 2 سربازین وان ادلیب هات نکشتن و 2 سربازین دن جی بریندار بونه پشتی وی یریشی جی جواد ولکاری ترکی سرکاتیا سرکوبری ترکی انقره جوینه که آورتل دارخست وزارت برگری روسیه جی راگیان ترکیه آگادار نکرد بکو سربازین وان نوی کاروانی دانه تکس کریه جی که گروپ چکدار دخواستن گیریشی هزین سوری لوی نوچه بکن تخیلی که دا وزارت دروی آمریکای را گیاند اف پشتوانی هول بند خواه ترکی دکن او اف باشترین رید گرنده که آلیکاری ترکی بکن کریز کتی دا در باز دبل سوریه گور دخیلی وزارت دروی آمریکای اول گل انقرید بیوندی دایش بو زانین داوی پیشتان گیریش سر هزین ترکی سوریه آمریکای دخواجی کر که گیریش روسیه و رژیم سوری ادلیبی وره روستاندن چکدارین سرب ترکی و باجاروک سراقیب یا ادلیبش دست ارتش سوری کنترل کرد. آژانس رویترز داخویا کردن باجاروک سراقیب یا ادلیب دیسا که دست چکدارین سرب ترکی و آژانس اپوزیسیون سوری بلاف کردن بری سه روزان پشت شرکی گران نبرد چکداران و ارتش سوری دا چکداران کارین جاره کردن باجاروک سراقیب کنترل بکن. ارتش سوری پشتوانی روسیه بری 3 هفتیان ریا نودولتی M5 و باجاروک سراقیب خسته بون کنترل خوا. بری چند روزان سرکوبری ترکی رجب طیب
گاد را گیانده بو اوی تویا نوچین که خالین چفدریین ترکی لین وگرین بن کنترل خو و حتی داویا وی بیشی مولد دا ارتش سوری حتی جی وکشن آژانس رویترز 27 سبات را گیانده بو که باجارکی سراقیب یا ایدلیبی جارکتن کتیه دستی چکدارین سرب ترکیه و پشتی بلافبونا وی نوچیش آلی روسیه و جفکانین لشکریش میدیو روسی را گیاندن که ایدین کنترل کردن سراقیبش آلی کمین چکدارین گریدای ترکیه و نراسته و یری شوان هاتیه پوچ کرن. پارێزگەریە چۆلەمێرگی داخینێکی ڕۆگیان کۆش بۆ 15 ڕۆژان 5 هەرێمین چۆلەمێرگی وەکی هەرێمین ئەولەکاریە تایبەت هاتنە ئەڵامکردن و چویناتنە وان دەران هاتیە قەدەغەکردن داخینی داهاتیە ڕۆگیاندن کە 5 هەرێمین ناوێندا باژێر و ناوچەین چەلێ شەمزینان و گەڤەری 26 سڤاتێ حتا 11 ئادارە 2020 شکەتنە بێ دەستور یا وڵاتیان را هاتیە قەدەغەکردن. دەنگ و بەسین جیانی شهر ایدلیب او آوربون خلقی ایدلیب بردوام او سیناتوری نافداری آمریکای یه پارتی کمری لیندسی گریم که تکلیک پیز نابراوی و دونالد ترامپ دهیه دخواش ترامپ دکه کش بو روستاندنا شهر ایدلیب دستوردانه بکه او نافچه دجی افرین وی هرم عراقینه لیندسی گرام دلگرانی خلم بر افش سوری آنیزمان رادگینه از گلک نیگرانم لنبر وانتشتین کل سوری رودتن جیان یکش قیران مزن ین مروی ین ستسلا 21 دجبیر کریه ام همول گلوی خلقینه کل ایدلیب تنگشتن گرام هروا دخیا کرن از دخواست سروق دکم یارین خواهین درباره ایدلیب دست بکه و نوچه که دجافرین عراقینه و رینه د زاروکین خلقی وی پارسگیش عالی حکومت سوری و بینه کمکش کرن وی سیناتوری بهسی کمکاریان پیشوازی الوستا ترکیه بو ورگتنا پیدا برن کر او گوت از الوستا ترکیه بلندن رخینم که دجی روسان حکومت سوری روستیانه دوی روسی حکومت سوری سر آستا ندولتی روبروی برپسیارتی بکن عالی که دن وزیر دروایی آمریکا مایک پومپی جد کنفرانس که روزنامه‌نی دا بحثا رفشا ایدلیب کر اوراکیاند سوری نکارل ایدلیب سرکفتنا سربازی دست بینه مایک پومپی گوت یا رود دب تنی اگر پیوچون نبر ترکی و حکومت سوری دا زیده تردکه پومپی یریش سوریا بو سر ایدلیب وکه هولین شرانی و درنده یا رژیم اسد بناف کرد گوت مسکو و تهران پشگریا رژیم سوری دکن که بویه صدام آورابونا زیده تریش 3 میلیون کسان وزیر دروایی آمریکا دخویا کرن که تکانه جرسری رفشا ایدلیب اوکا عالیین تکداری رفش وگرین سر بریار 25 یا انجمن آسایش ندولتی که تایبت جرسرکن پسگریکن سوری برین سیاسی سروک مصری پیشتر محمد حسنی مبارک 81 سالی خود کوچ داویه کرد. تلویزیون مصری با وی که فرمی راگیان محمد حسنی مبارک 91 سالی خود کوچ داویه کرد. کره مبارک الا مبارک راگیان دبو با ویش چند روزان با نخشخانه دبو. محمد حسنی مبارک سال 1928 اجدایک بو سال 1981 بو سروک مصری و 11 مجدار 2011 دستش پست خوابک شانده بو. رویترز راگیان سرکوبری ترکیه رجب طیب اردوغان روز 5 آذر استانبول پیشوازی سرک آلمان آنگلا مرکل هروا سرکین فرانسی و روسی بکه و دگلوان پرزگریکا ایدلیب ده نقاش بکه رجب طیب اردوغان گفت که وی پسی سرک رال سر مسئله تلفن لاف کریه فکر جوینا چارالی جلیدرن آلمانی و فرانسا پکته که ولادیمیر پوتین جوینا که ترکیه پیش نیاز کرن رفشل ایدلیب پر آلوس بیاب تایبتی پشتی که هزین حکومت سوری یریش کرن سر آخک سرل دار نزدیکی 900,000 نچار من کشبر شهر و پیوچونن چکداری برابن پرانیا کشبران بر سینوری ترکیه و دچن دولت یک بوین آمریکایی دخواستن که هشمارا لشکرین خواهیل افغانستان حیا 8600 کسان کم بکه سروکی دولت یک بوی داخلی دم کنفرانس روزنامه‌نی دا هندستانی دا ترامپ گفت که دولت یک بوی هیوی دکن که داویا سوات دا بکیشن رکفتن کیب طالبان را لیبلی ترامپ گفت که اگر لشکرین آمریکیش افغانستان بین دورخستن واشنگتن د استرکتورن استخبارات الدوری بپارزه که بیل آمریکا چفدریا رفشال هریم بکه امی پیسانیل افغانستان بسر کتان هرچند اوی میلیون مروف شهید بونا و از نخوازم مروی بگونه بکشم ترامپ گفت 21 سوات دا وزارت دروایی دولت یک بوی داخلی بلاف کرد که دولت یک بوی دخوازن 29 سوات دا طالبان را بگیجن رکفتنک گوری بی سی دبنوی پیمانی دا واشنگتن دخوازه پیمانک آگربست یا دمدریش افغانستانی را امضا بکه هجمار کسین کل پایتخت هندستانی هات نکشتن 32 چند بریندار نخشخانه نیو دیلی جانی خوش دستان و یک قربانیان کارمند پلیسه گوری دانه این هی هجمار برینداران زیده تری دسته ناو دا زاروک جیانه پیوچونین نابر آلیگر و دشبران دایه قانون کنول سر
هم ولاتیر هندستانیش دست بکوی هفتهی دست بکر دما سرالدانان دا چک هاتن بکارانین قانون نول هندستانی نقاش نبرا این دوست و مسلمانان دا زور تر کریه گوتن زاکونی داش بود داین هم ولاتی هندی شکوچبر نه مسلمان یه نه قانونی و به دولت انجینا را حسان پیدا دکه مسلمان پجراندن و یاسای پروتست دکش برکو افت وی باوری دانه که یاسا یا که شل عقبت و هاتیه دست بکرن دشبری مسلمانانه قانون نو یا درباره هم ولات بونت ما قانون داشلا پارلمانتوی هندستانی و هات پجراندن خو پیشاندان دشی گوارتن جیل داویا سالی الوالی تاته دارخستن هندستان به نفوس خو نزدیک 1 میلیارد 400 میلیون که 100 میلیون جوان مسلمانن گدارین دلال و شنمه ایرانی تمام بجاره کردن دیسل سروی اینا و نشان امی راستی هبین اما دکار او رو برا دنگ و بحث نویا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتانی و شنانو بمین نو خیر و خشیه دا